دنیا روی رحمتالله جان برادر ما. رحمتالله جان سلام علیکم برادر. خوب هستید؟ اینجا هستی؟ مانده های غریبی چی حال داری در این غریبی در این روزای بهار؟ خدا آباد باشه. اما معلوم است که خیلی عذابات دارد، خیلی رنج و مشقت ها دارد. غریبی با خودش معلوم است از نامش. بله بزرگی گفت که غریبی کوی سخت است برادر، غریبان را نکودار و میازار. شما گفتید که اویله دار هستید و صاحبی 3 فرزند هم هستید. دارش همچنین در شهر دوشنبه اجاره نشین هم هست. اجاره یعنی کوارتیر داریم در دوشنبه اجاره نشینی میکنیم. راستی گپ همی بعضی علما شاید سوال کنند که کجا است مقصد در شهر باشه و مقصد دیگه اجاره نشین هم هستم. یک ما خیلی امید آرزو کردم که میام یکم جای کار میکنم، یکم سرپناه میرم برای خود برای فرزندام میگیرم. حال متاسفانه فکر کردیم اون نشد، یعنی که کمتر با وضعیت هم کمتر خوب شدن و بعدا قریب خیلی شد که همه جایم نیت دارم که وطن برم، برای اون که خیال میکنم که از 100 ساله که در همین بیرون از وطن این ملک غریب هستم. از همین خاطر از همه آن نفرانی که این لحظه ما رو تماشا نموده ایستادن، علل خصوص از همه اون بلاگرایی که توجیک هستن، غمخوار ملت هستن، غمخوار دوستا هستن، غمخوار مقصد دیگر شخصان نیازمند هستن، همچون فرزند پدروار التماس خواهش و درخواست دارم که همین ویدیوی ما را دستگیری کنن و دیگران پهن کنن، یعنی پیشنهاد کنن تا که من یک شخصی معیوب دور از وطن، دور از پدر مادر، دور از زن فرزند خود بوده رو به وطن برگردم. هر کس که در این کار مقصد نیک عمل خیر خودمونه دست نیکی و دراز میکنه، پروردگار هیچگاه خواری و زوری را نبینه و دعا میکنم که خداوند در هر یک سهمی گذاشته شد در این کار خیر در هر دو عالم خداوند سربلند و خوشنوش و نگه داره، گذشته‌هاشون و رحمت و مغفرت شد. آمین. جنت بخت و خوشایی شکر و در زندگیش و شیرینی‌های بهترین حیات رو نصیب روزی کنه. آمین الله. سلامت باش. دنیا روی هر که دوست باید چیز دیگر را قید کنیم که همین برادرها شاید بودن که همین برادر نوار کردن. اگر امکانیت باشه همین درباره همین معیوب پا چی خیلی شد که همین خیلی شد. پوچم پراتیزای تا 24 سالگی را رنگ کودکو چرغاو میرفت. خدا را شکر در 24 سالگیم بعد جراحی در شهر دوشنبه قریه بلو میگن اپرات ساختم. طول 2 سال قریب هر دو پوچم 7 جای 14 جا اپرات ساختم. بعد با پوچه خستم بچه دست نه پوچم این پوچه دیگری من با تو نشان میدیم که ایشم هم خیلی اپرات ساخت بودیه. نزدیکتر بیار بافیم. نازی از رجا اینه پوچم این از جوی اپرات این ایجا تو ایجا خیلی درون داگیه اپرات کردگی ایشم هم میتونم مقصد که پوچه خود این کشافی وای نیست. بله اینه اپرات کردگی ایتا بوتا هم خیلی درون داگیه تیجیره و شبها راستی گپ از رجان این پوچکته برگه بالا بردار. اینه این مقصد که خیلی ایسوی باریکش قوتی را انکشاف سسته. بله شبها همه پوچه هم بسیار درد میکنه، بسیار درد میکنه. خوب رفته هم نمیتونه، راستی گپ خوب هم نمیبره.
خدا را شکر به همش. هزار با شکرانه پروردگار خداوند خیلی که هر یک بندش یک زمین میگیره انشالله که در حق دوام میکنم برادرها ما باوری دارم که هر یک برادر مهاجری ما برادر مؤمنی ما هسته که انشالله در حق دعای خیر میکنن من فکر میکنم کمک های چون دریغ نمیدونن 1 سمای 10 سمای فرامتلو جان در حق همه برادرای مهاجر یک دعای خیر که خودت آمدی مهاجرت دیدی چقدر گفتیم غریبی کوی سختی و پستی و بلندی را برادر دیدی یک دعا شامبت دوستی عزیز برای که دعای مظلوم دعای مقصد غریب مردم مسافر غریب به نزد پروردگار تستر و سبکتر قبول میشه انشالله حتما به همش با شما یک در حق همه مردم مهاجر یک دعای خیر داشته باشین من خواهش میکنم انا بعدا دوستی ما که باشی من چی میکنم بعد نمره کارتت نه بار دهانی گوید بعد من چک نمره کارت اختلایم کارتی که خطونه مقصد نمره واتساپ تام بگو نمره کارت تا که بگو که من همین آورده چیزی هست خاص از برای الله ما همون چیزی هست حقیقت همراه میمونم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین علی کل حال پروردگار را و درگاه بی‌نیازت از دعا دارم آمین خدایا خداوند کریم کلی غریبان رو در پناه رحمت خویش نگه بدار آمین در کسب و کار و در زندگی و در خاندانشون فیض برکت نور و رحمت را بریزانی آمین گذشته‌هاشون رحمت و مغفرت شایسته در جنت آموزه برحق بگردانی آمین آنانی که خیر میکنند برای ما و برای من خودی شخصا خودی بنده خدایا خداوند کریم در هر یک دیرم و دیرم خوش و هزاران اجر و حسنات رو در نامه اموالشون کتابت بکنی آمین خدایا خداوند کریم با دل پر آمدن به نیت کار آمدن خدایا خداوند کریم از آفت‌های کلی زمینی و آسمانی در پناه رحمت خویش نگه شو بداری ساق آمدن سالم و سربلند با دستی پر و با روی سرخ و با چهره کشا به نزد اهل بیت به وطن و به خاندان آباد خود برگردند ربنا آتینا فی دنیا حسنت و فی الاخرة حسنت و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین. الله اکبر من رقم های کارت هم دارم کارت تینکوف دارم 739 569 45 64 می باشد و نمره کارت دوشنبه سیتی 992 971 336 336 می باشد. برای دستگیریات و حضور رحمت خدا بر شما بود. بار دیگر یک تونه خداوند هزار کنه و دشمن تونه هزار. همیشه سربلند باشید و خواهش هم دارم از بار دیگر تکرارم شود از کلی بلاگران که مقصدا منی معیوبی مقصد دور از وطن بوده رو یک دستگیری کردم یا دستگیری کنن نوار من تا که دیگران هم بینن 100 روبل 50 روبل دستگیری کنن برای هم پوچه هایم در میکنه هم برای لیچینیم هم برای وطن رفتنم هم بتونم در یک تجربه معیوبی هم بگیرم. خداوند هیچگاه خواری و زوری رو نبینید در زندگی همیشه سربلند باشید. بار دیگر خدای یار مددگاری همه ما شما